تفاوت زبان، نگاه و جایگاه آثار زکیا در جهان امروز. سالهاست ایران فرش را به جهان معرفی می کند. فرش‌هایی با ساختار کلاسیک، الگوهای تکرار شونده، بدون نام طراح و بافنده، بدون امضا و بدون روایت. فرش‌هایی که بیشتر از آنکه اثر هنری باشند به عنوان نماد سنت معرفی شدند. اما در زکیا من از نقطه دیگر آغاز کردم. زبان شخصی، نه الگوی تکرار شونده. در زکیا هر طرح از دل تجربه شخصی زاده می شود، از یک نگاه، یک الهام و یک رویای خاموش. اینجا نقش تکرار نمی شود، بلکه هر اثر روایتی است یکتا با زبان و با احساس خود. طرح خود اثر است، نه فقط پیش نیاز فرش. در نگاه سنتی طرح فقط مقدمه تولید است، اما در آثار زکیا طرح خود اثر است، کامل، مستقل و قابل تملک. این آثار صرفاً برای بافت خلق نمی شوند، برای دیدن، فهمیدن و احساس کردن آفریده شدند. امضای طراح بخشی از اثر است، نه پشت صحنه. سالها نام طراحان در صنعت فرش حذف شدند، اما در زکیا نام طراح بخشی از هویت اثر است. هر طرح با امضا و شناسنامه عرضه می شود، چون من باور دارم خالق اثر باید دیده شود، شنیده شود و اعتبار داشته باشد. بازگشت روح به فرش. در بسیاری از فرش‌های صادراتی زیبایی وجود دارد، مهارت دیده می شود، اما روحی در آن نیست. در زکیا من فرش را فقط به عنوان شیء تزیین و مصرفی نمی بینم. من از آن به عنوان زبان استفاده می کنم، برای گفتن ناگفته هایی که با کلمات ممکن نیست. این آثار حامل روح هستند، روح طراح، روح روایت و گاهی یک قطعه از روح یک ملت خاموش. جایگاه آثار زکیا در جهان امروز هنر مفهومی، نه فقط صنایع دستی. آنچه در زکیا خلق می شود نه طرح فرش به معنای رایجان است و نه صرفاً یک اثر تزیینی. آثار زکیا در نقطه ایستاده‌اند که هنر، معنا، اندیشه و مالکیت فکری به هم می‌رسند. این آثار در قلمروهایی تعریف می شوند که جهان معاصر آنها را می شناسد و برایشان ارزش و هویت قائل است. Sacred Contemporary Art، هنر معاصر با ریشه های قدسی، جایی که توحید، نور و معنا نه به عنوان نماد بلکه به عنوان جوهر اثر حضور دارد. Conceptual Design Art، طراحی که از ایده آغاز می شود، جایی که طرح پیش از هر اجرا یا بافت یک اثر فکری کامل است. Cultural Philosophy Art، آثاری که حامل جهان بینی‌اند، ترجمه فلسفی، هویت و فرهنگ به زبان نقش، رنگ و ساختار. دیزاین اینتלקچوال پراپرتی، جایی که طرح یک دارایی مستقل است، دارای هویت، امضا، روایت و حق مالکیت و ارزشی بالاتر از هر اجرای فیزیکی. در سکوت طبیعت. در زکیا طرح فقط مقدمه بافت نیست، سرچشمه تمام ارزش هاست. این آثار برای مصرف سریع ساخته نشدند، برای ماندگاری، آرشیو، موزه و مجموعه دارانی خلق شدند که می‌دانند آینده هنر از ذهن طراح آغاز می شود، نه از خط تولید. زکیا در صنعت فرش جایگاه هنر فرش را باز تعریف می کند. اصفهان، ایران.